ذکرهای زیادی برای گره‌گشایی عنوان شده است، اما یکی از بهترین ذکرها برای گره‌گشایی ذکر یونسیه است. ذکری که با ختم صحیح میتواند باعث حاجت روا شدن گوینده آن شود. برای آشنایی بیشتر با ذکر یونسیه، برکات و خواص ذکر یونسیه برای ازدواج، حاجت، فضیلت و طریقه ختم ذکر یونسیه، تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. بعد از اینکه حضرت یونس علیه السلام مردم قوم خود را به سمت خدا دعوت کرد، تنها تعداد کمی از آنها ایمان آوردند و او قوم خود را نفرین کرد. خداوند عذابی برای آن قوم در نظر گرفت و حضرت یونس از شهر خارج شد. در این میان مردم با دیدن نشانه‌های عذاب خداوند توبه کردند و خداوند عذاب را بر آنها نازل نکرد. حضرت یونس علیه السلام به شهر بازگشت و متوجه شد که همه چیز طبق روال گذشته برقرار است. او عصبانی شد و بدون اذن خداوند سوار بر کشتی شد و شهر را ترک کرد. در میان راه ماهی غول‌پیکری به او حمله کرد و به اذن خدا حضرت یونس علیه السلام را بلعید. زمانی که حضرت یونس علیه السلام به هوش آمد و متوجه کار خطای خود شد، با ناله و تضرع از خداوند خواست تا خطای او را ببخشد و توبه او را بپذیرد. این آیه‌ای که در قرآن هم آمده به عنوان ذکر یونسیه معروف است و از خواص و برکات زیادی هم برخوردار است. قرآن کریم می‌فرماید: آنگاه که خشمناک رفت و میپنداشت که هرگز بر او تنگ نمیگیریم و در آن ظلمات ندا داد: هیچ خدایی جز تو نیست، تو منزه هستی و من از ستمکاران هستم. ذکر یونسیه یعنی گفتن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خداوندا، جز تو معبودی نیست، تو منزه هستی و من از ستمکاران هستم. همانطور که اشاره شد، ختم ذکر یونسیه به صورت 400 مرتبه به برآورده شدن تمامی حاجات کمک می کند که ازدواج نیز شامل این حاجات خواهد بود. ختم ذکر یونسیه با عدد 400 مرتبه برای برآورده شدن تمامی حاجات مجرب بوده است. از بسیاری از بزرگان نقل شده است که ختم ذکر یونسیه 400 مرتبه در سجده، به ویژه در بین نماز مغرب و عشا یا قبل از اذان صبح یا بین طلوعین، مؤثر و مجرب عنوان شده است. در حقیقت این ختم نوعی توبه حقیقی به درگاه خداوند متعال است. اگر با خلوص نیت برای خدا این ذکر 400 بار تکرار شود، اثرات عظیمی در پیشبرد انسان دارد. یکی از برکات و فضایل ذکر یونسیه بخشش و آمرزش گناهان برای شخص گوینده آن است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر مسلمانی که این ذکر را بخواند، اگر از آن بیماری شفا نیافت و مرد، پاداش شهید نصیب او می شود و اگر شفا یافت، در حالی که خوب شده که تمامی گناهانش مورد بخشش واقع شده است. در صورتی که برای دعا کردن آداب آن هم رعایت شود، حتما این دعا مورد اجابت واقع می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس خدا را به یکی از نامهای او بخواند، به اجابت می رسد و هرگاه چیزی را طلب کند، به آن داده می شود، که یکی از آنها دعای یونس است. خواندن ذکر یونسیه به رفع گرفتاری و غم انسان هم کمک می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگر فرمودند: آیا می خواهید به شما خبر از دعایی بدهم که هرگاه غم و گرفتاری پیش آمد، آن دعا را بخوانید تا گشایش حاصل شود؟ اصحاب گفتند: بله ای رسول خدا. آن حضرت فرمود: خواندن دعای یونس که طعمه ماهی شد. بهترین زمان خواندن ذکر یونسیه بعد از عشا حدود ساعت 10 به بعد است. این ذکر برای تقویت نفس و قلب و مکاشفات فواید زیادی دارد و برای رفع کمرویی و نورانیت مؤثر است و استجابت دعا و نجات مؤمنین از طرف خدا نصیب گوینده آن می شود. گفتن این ذکر با رعایت آداب آن برای دیدن حالات برزخی مؤثر است.